میرسیم به جایی که این ژاندارمه دیگه احساس کنه داره میمیره دیگه، این گرما داره نابودش میکنه، دستبندشو وا میکنه و میگه برو و بعد میزنه زیر گریه. کل حس و حال گریه اینه که من تو رو دوست داشتم، من آرزوی یه عمر حالا کنار تو زندگی کردن رو داشتم، ولی تو همه چیز خراب کردی، من که دارم میمیرم، تو برو. من زار زار نشستم کف زمین، گرما بدنمو داره میسوزونه. گرفت تموم شد و من از این گرمای شنا بلند شدم، منم اومدم زیر سایه، دیدم مجید داره با فیلم بردار پشپش میکنه. گفتم چی شده؟ گفت من به تو کاری ندارم. این پسر نابازیگر بود. گفت تو داشتی گریه میکردی، صورت این پر از بهت و حیرت بود، حالا تو باید گریه کنی، ما میخوایم صورت اینه بگیریم، با کت تو کاری نداری. گفتم مجید جون قربونت برم، من که یه جام کلید ندارم که کلیده بزنم بالا گریه کنم. تموم شده حس و حاله. من نشستم اینجا، پسر نشست اونور، دوربین رو به پسره. مجید گفت همه آماده این؟ گفتیم بله. همه گفتن آماده. اما من چجوری زرچه بزنم؟ مجید اومد در گوشم فقط یک کلام گفت محمد این گرما رو میبینی؟ علی اصغر 6 ماهه حسین چیه تو این گرما؟ زجه میزدم، اما این بار برای علی اصغر حسین.